اینجا به مادر نگفت یا عموما به عائلهش نگفت و رفت و زنی کسی شد. یگان اعضای عائله خبردار نبود. این نکاح درست نیست. در نکاح باید شاهدان وجود داشته باشند. ولی اجازتش خودش نباشد هم باشد نکاح اعلان شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم یگان نفر را پنهانی زنی خود نکردند و حتی حدیث یعنی به کرات می آید که هر زنی که به اجازه ولی ازدواج میکنه نکاح او باطل است. اگر گفتید از برادرش اجازت گرفت، از پدر اجازت گرفت، فقط به مادر راضی نبود، اینجا نکاحشون صحیح است. اما یگان اعضای خانواده خبر نداشت، نکاحشون باطل است و از نباید نکاح کنند، توی کنند و انشالله فرزندشان حلال به دنیا بیاید و مادر هم خداوند هدایتش کند که نگذارد وقتی که دختر با شوهر میخواد زندگی کند و حامله هست به خاطر اینکه او فرمان بردار پدر و مادرش هست، این ازدواج رو یعنی سبب طلاق این دو نفر شود و دخترک حق دارد بگوید که من سخن مادر رو گوش نمی زندگی رو دوام می دهم. لیکن خواهران عزیز، اصلا در مسئله زنی کسی شدن رفته به اجازه عائله، به اجازه علل خصوص پدر و برادر یا پدر و برادر نداشته باشید، عمکی و تقوی خود رو زنی کسی نکنید. این مسئله جدی هست. مسئله جدی هست که زنی که به اجازه برادر یا گفتیم به اجازه ولیش خود رو رفته به نکاح کسی می‌درآورد، پیامبر این نکاح رو باطل گفتن. این خیلی اخلاقا هم درست نیست. اخلاقا هم درست نیست، شرعا هم درست نیست.